علی با ابوبکر مشکلی نداشته، علی با عمر مشکلی نداشته، علی با عثمان مشکلی نداشته. شیعیان الکی از خودشون در آوردن. ابوبکر و عمری که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو نکشتن، جسارت به دختر پیغمبر نکردن. میگه ما اهل بیت رو قبول داریم، دوستشون هم داریم، اما خلیفه اول ابوبکر، خلیفه دوم عمر، خلیفه سوم عثمان، خلیفه چهارم علی. امام حسن امام حسین هم دوست داریم، تو مساجدمون هم اسمشون رو میزنیم. توهم داره کسی که در دلش محبت اهل بیت علیهم السلام رو احساس میکنه، اما از دشمنان علی و اولاد علی علیهم السلام اعلام براءت نداره. این جمله امام صادق صلوات الله علیه. یعنی شرط داره. یه نفر میاد ادعا میکنه، میگه من امیرالمومنین رو دوست دارم، ادعاش رو باید چی ثابت بکنه؟ به میزانی که براءت